امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. در سال 2026 آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار کرده شود. نظامنامه، هیئت کمیسیا و جایزه آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تصدیق کرده شوند. وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان، وزارت‌های فرهنگ، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، کشاورزی، کمیته‌های تلویزیون و رادیو، کار با جوانان و ورزش، کار با زنان و عائله، عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، اجنسی اینواسیون و تکنولوژی‌های رقمی، مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرداری گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای در سطح بلند دایر گردیدن آزمون مذکور چاره‌های ضروری اندیشند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های ختلان و سوخت، شهر دوشنبه، شهر و ناحیه‌ها، راهبران مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی اجرای طلبات امر مذکور را تأمین نموده برای جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان، اسپیرانتان و دکترانتان و قشرهای دیگر جامعه که به آموزش فنهای ریاضی دقیق و طبیعی اینچنین اختراعکاری و نوآوری شوق و رغبت دارند چاره‌جویی کرده غالبان را با جایزه و آموزگاران آنها را از جهت مادی و معنوی هوسمند گردانند. وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های فاند ذخیروی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که برای سال 2026 پیش بینی گردیده‌اند به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت برگزاری آزمون مذکور 9 میلیون و 870 هزار سامانی به طور نقد جدا نماید. دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استفاده مقصدناک مبلغ جدا شده را تأمین کرده عاید به خراجات انجام داده به وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان حسابات پیشنهاد نماید. نظارت اجرای امر مذکور به ذمه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سرپرست ساحه گذاشته شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 1 ینور سال 2026.